گنجشکک اشیمشی نام قصه سیاسی و اعتراضی است. گنجشکک اشیمشی از تاج شاه یاقوتی می‌دزدد که به بچه‌هایش بدهد تا با آن بازی کنند. اما در میان راه آن را به پیرزنی می‌بخشد تا به زندگیش سر و سامان بدهد. پس از آن گنجشکک به دزدی رابین هودوار جواهرات شاه و بخشش این جواهرات به مردم ادامه می‌دهد. او برای اینکه شناخته نشود هر بار خود را در حوض نقاشی به رنگی دیگر در می‌آورد. اشیمشی در گویش کازرونی به مفهوم کسی است که با شاه نمی‌نشیند و از حاکم و شاه و حکومت جانبداری نمی‌کند. Thank you.